میخوایم شاخصهای قند مواد غذایی مختلف رو از سایت glycemicindex.net با پاور اتومیت به صورت کامل و اتوماتیک استخراج بکنیم. توی این سایت برای هر دسته‌بندی یک لینک مجزا قرار داده شده که روی هر دسته‌بندی که کلیک بکنیم یک دیتا تیبلی اینجا وجود داره که میتونیم اینو به صورت کامل با پاور اتومیت استخراج بکنیم. منتها چالشی که سر راهمون هست اینه که به ازای تک تک این لینک ها باید یک بار این کار و این فرایند رو تکرار بکنیم. پس نیاز داریم که تمامی این لینک ها رو یه جا داشته باشیم و روشون ایتریشن انجام بدیم، به ازای هر کدوم یک بار این فرایند رو تکرار بکنیم. من لینک صفحه رو کپی میکنم، به پاور اتومیت میرم، یک براوزر باز میکنم، دلخواه هست هر براوزری که مد نظرتون میتونید باز بکنین. وضعیت پنجرهش رو روی نرمال میذارم به این خاطر که بتونم تغییرات لینک ها رو ببینم. حالا که به این صفحه اومدم باید این لینک ها رو استخراج بکنم. پس از یک اکسترکت استفاده میکنم. زمانی که این پنجره باز شد، اگر این پنجره رو نبندید و به صفحه وب برید، یک پنجره راهنما برای شما باز میشه که میتونید با استفاده از این پنجره راهنما المان های مختلف رو جستجو بکنید و مقادیر مختلف رو از اون المان جدا سازی بکنید. رایت کلیک روش میکنم، یه بار تکستش رو برمیدارم، یه بارم href یا همون لینکش رو. تو دو تا مقدار این تکست و لینک رو برای من قرار میده. به محض اینکه برای لینک بعدی همین الگو رو تکرار بکنید، خودش این الگو رو به صورت کامل برای شما استخراج میکنه. حالا میبینید که مقادیری که استخراج شده در یک دیتا تیبل برای ما اینجا ذخیره شده. میتونید اسامی ستونهای این دیتا تیبل رو عوض بکنید. من این کار رو انجام میدم به این خاطر که میخوام بعداً از این ستونها در فلو استفاده بکنم. اسم خروجی این اکشن رو هم میتونید تغییر بدید که من این کار رو انجام میدم و اسمش رو به کاتگوریز عوض میکنم. حالا تمامی لینک ها رو به همراه اسمشون تو کاتگوریز دارم. یه دونه اکسل باز میکنم و آماده به کارش میکنم. اگر رو گزینه بلانک بذارین، هر باری که این فلو رو رام میکنید یک اکسل جدید براتون میسازه. من طبیعتا نمیخوام این کارو بکنم و میخوام روی اکسلی که خودم ساختم این اطلاعات رو بریزم و اضافه کنم. اکسل دقیقاً مطابق با جدولی که توی سایت میبینید باید ذخیره بشه، چون دیتا تیبل رو وقتی استخراج میکنه با فرمتی که توی سایت و با ترتیبی که توی سایت هست ذخیره میکنه و توی اکسل برای ما میریزه. یه ستون کاتگوریز هم اینجا اضافه کردم به این خاطر که بتونم اسم اون دسته‌بندی یا کاتگوری رو کنار هر ماده غذایی داشته باشم. این گزینه ویزیبل رو من خاموش میکنم برای اینکه تغییرات فایل اکسل رو مدام نخوام ببینم. ممکنه توی روند ران شدن فلو یه مقدار کندی سرعت ایجاد بکنه. حالا که اکسل باز شده باید به ازای دونه به دونه این لینک ها یه کار تکراری رو انجام بدم. پس از یه فوریچ استفاده میکنم. روی چه مقدار یا پارامتر این کار باید انجام بشه؟ روی دیتا تیبل کاتگوری. روی یک دیتا تیبل وقتی ایتریت انجام میدید روی هر سطر تکرار میشه کارهایی که داخل فور ایچ نوشته میشه. حالا که به هر سطر کاتگوری یا به هر سطر دیتا تیبل کاتگوریز دسترسی دارم، باید لینک موجود در ستون لینک رو بتونم باز کنم. از اکشن گو تو وب پیج استفاده میکنم. URLش کجا ذخیره شده؟ در current item. دقت بکنید که current item نماینده سطر جاری در دیتا تیبل کاتگوریز هست و چون میخوام به ستونش دسترسی داشته باشم کروشه رو باز میکنم و اسم ستون رو در سینگل کوت میذارم. اینجا اون صفحه وب که مربوط به هر کاتگوری هست یک بار برای من باز میشه. یعنی یک بار میاد به این صورت، رو لینک اول کلیک میشه، یه بار رو لینک دوم و الی آخر. لینک اول رو باز میکنم چون میخوام این دیتا تیبل رو استخراج بکنم. یک اکسترکت دیگه استفاده میکنم. این پنجره رو نمیبندم، به اینجا میام، فایل راهنما برای من باز میشه. ممکنه که یه مقدار این طول بکشه. دلیلش هم این هستش که میخواد این کل این وب پیج رو یه بار بخونه که بتونه تگ های مختلف رو براتون استخراج بکنه. اگر دیدین یه مقداری طول میکشه یه بار کنسل بکنید و برگردید.
حالا که میتونم به المان‌های مختلف این دیتا تیبل دسترسی داشته باشم، روی یکی از مقادیری که راست کلیک بکنم میبینید که یه گزینه‌ای دارم به اسم extract entire HTML table. اینو که بزنم کل این تیبل رو با هدرهاش برای من استخراج میکنه. در اینجا کار تمام شده است و اسم این خروجی رو هم به تیبل تغییر میدم. حالا آماده این هستیم که چون اکسل بازه، اولین سطر در دسترس یا اولین سطر خالی از اکسل رو بگیریم که از اکشنش استفاده میکنیم get first free column or row from Excel worksheet. اینجا دو تا متغیر برای ما برمیگردونه که یکیش اولین سطر خالی هست، یکیش اولین ستون خالی. من با سطرش کار دارم و اسمش رو هم عوض میکنم. حالا که اولین سطر خالی رو در دسترس داریم، آماده هستیم که تیبلی که اینجا استخراج کردیم و توی فایل اکسل بنویسیم. چه مقداری رو باید بنویسیم؟ تیبل ستون چندم ستون اول، بسته به اینکه فایل شما چجوری ذخیره شده، و چندمین سطر LR. حالا چون هر کرنت آیتم رو اینجا داریم، یه بارم لینکش رو استخراج کردیم، من میخوام اسم اون دسته‌بندی رو هم در ستون پنجم بنویسم. بنابراین یه رایت دیگه باز میکنم. چه مقداری رو باید بنویسیم؟ از کرنت آیتم استفاده میکنیم. این بار میخوایم نیمش رو بنویسیم. ستون چندم ستون پنجم و باز هم همون LR. سیو میکنیم. اینجا کار فور ایچ ما تموم شده است. یعنی این حلقه اکشن انتهاییش اینه. به اینجا که برسه کاتگوری رو مینویسه، میره سراغ لینک بعدی یا دسته‌بندی بعدی. بیرون فور ایچ، زمانی که این فور ایچ تا انتها انجام شد و تا آخرین مقدار موجود تو دیتا تیبل کاتگوریز برای ما انجام داد، سیو میکنم اکسل رو. حواستون باشه که داخل فور ایچ نیفته به هیچ عنوان. و در نهایت اکسلم رو میبندم. حتما این اکشن کلوز اکسل رو باید داشته باشید، به این خاطر که اگر اکسل بسته نشه، در بک‌گراند این اکسل باز هست و پاور اتومیت داره باش کار میکنه و ویندوز به شما اجازه اینو نمیده که اکسلتون رو باز بکنید، یا اگرم بتونید باز بکنید به صورت رید اونلی باز میشه و براتون دردسر ایجاد میکنه. این اکسل رو میبندم چون میخواد در هر مرحله اینو باز بکنه و مقادیر رو روش بریزه و سیو بکنه، ممکنه ارور داشته باشم. وب پیج رو هم میبندم و یک بار این فلو رو رام میکنم. بسته به سیستمتون ممکنه 1 یا 1 دقیقه و نیم طول بکشه یا حتی بیشتر، ولی اونقدر طولانی نخواهد بود. دلیلش رو جلوتر بهتون توضیح میدم. این فلو رو رام میکنم، یک کروم برای من باز میکنه یا هر براوزری که خودتون تعریف کرده باشین. شروع میکنه در تمامی لینک ها پیمایش کردن و هر لینک رو جداگانه باز میکنه. این فلو ران شد، تموم شد. وب پیج رو میبندم و فایل رو باز میکنم. ببینید که به درستی این اطلاعات استخراج شدن و داخل فایل اکسل ریخته شدن و خود فایل اکسل هم سیو شده. یه نکته هست، اونم اینه که اسم دسته‌بندی رو برای اولین سطر مینویسه. اونم به خاطر صرفه‌جویی در زمان بودی که گفتم بیشتر از یه حدی نباید طول بکشه، برای همینه. اگر می‌خواستیم برای تمامی این سطرها مقدار رو تکرار بکنیم، فلو خیلی طول می‌کشید که ران بشه. هولوش 5 6 دقیقه 7 دقیقه طول می‌کشید تا ران بشه و این کار برای صرفه‌جویی در زمان بود که میتونید تو پاور کوئری این رو اصلاح بکنید و با یک فیل داون ساده کاتگوری رو تعمیم بدید به تمامی سطرها. نکته بعدی اینه که این ستون فوتو رو حتما باید پاک بکنید، چون در وب پیج ما عکس رو اینجا میبینیم ولی در اصل چیزی تو این دیتا تیبل موجود نیست. بنابراین چیزی نمیتونه بیاره، اما این بلنک یا نال هم نیست. بنابراین ریپلیس کردنش به این سادگی ها نیست و شاید اصلا نشه ریپلیسش کرد. بنابراین این ستون باید پاک بشه و عکس ها به صورت جداگانه دانلود بشن و در یک فایل ذخیره بشن و با استفاده از ابزارهای کمکی مثل پاور کوئری بتونیم عکس ها رو کنار هر ماده غذایی داشته باشیم. بنابراین این ستون فوتو هم باید در مرحله پاکسازی دیتا پاک بشه. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید و براتون کاربردی باشه.